میخوایم قسمت اول سریال گناه فرشته رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که قسمت اول گناه فرشته از نگاه حامد عنقا چجوری بود. غیر از بررسی قسمت اول سریال گناه فرشته، تو این قسمت 2-3 تا تیکه مشتی هم از این سریال براتون کشیدم بیرون که ببینیم چجوریه. توی شروع سریال 2 تا هندیتور وارد شدن، یکی حامد تهرانی بود، یکی هم مشفق. شاید مشفقه از نگاه افتاده باشه. حامد تهرانی چجوری بود؟ حامد تهرانی رنج روور رو روشن کرد، اومد کاپتان بلک اتکلون ردیف اومد توی دادگاه، زد ترکوند، اصلا قاضی رو موتورش رو آورد پایین و برد بالا. بود جمیلی بغل دستش، به نظرم بعداً باش کار داره، حالا میبینیم. این ورود شاه حسینی. اما مشفق با رنج روور نیومد، با یه موتور اومد، با یه کلاه گذاشته و سرش، با موتور اومد، با موتور تو دادگاه نیومد، ولی اومد نشست. برام جالب بود مشفق تو دادگاه فرشته چیکار میکرد. حالا اصلا اومد، حالا میگیم بعدن اومد، اصلا واسه چی اومد؟ 2 دقیقه آخرش اومد و رفت اون تن نشست و یه کتاب وا کرد، کتاب رو خوند و بعد که صحبت مهتاب تموم شد کتاب رو بست و رفت. اصلا مشفق برای چی اونجا بود؟ فقط میخواست بگه که مشفق تو این دادگاه اومده رفت، رابطه‌ش با مهتاب. داستان مشفق چی بود؟ مشفق تو خانواده تهرانی چیکار میکنه؟ یا مثلا موقعی که اون پایین نشسته حامد تهرانی میگه که من برم پیش عمو بشینم. عمو مشفق کیه؟ این باگ مسئله است، این داستان داره اینجا. بعد حالا از این موضوع بگذاریم، میریم جلوتر. بعد از دادگاه فرشته، مهتاب با نوید عشیری توی رستوران نشستن. آشا مهرابی هم هست، کار ندارم، دارن با هم دیالوگ میزنن، یه جوری با هم صحبت میکنن که این بوی داستان داره. حالا اینقدر خودمونی، یعنی رابطه وکیل و موکل اینجوری نیست. این و فراتر از این داستان خانوادگیه. چرا؟ چون خانواده عشیری با خانواده تهرانی یه مشکل 14 ساله دارن. قاعدتا این اینجوری نمیتونه باشه. این داستان چیه؟ باید در آینده حامد عنقا بهش جواب بده. یا مثلا عنایت کسی هستش که عماد رو خوب میشناسه، براش کار کرده، حالا چند ساله که با عماد کار نمیکنه، بحثش متفاوته، جداست نگفته، ولی عنایت کسی که برای عماد کار میکنه، برای عماد کار میکرده. چطوری الان توی ساید عشیری هستش؟ چه اتفاقی افتاده که عنایت رفته تو ساید عشیری و حالا تو ساید عشیریه، اومده پیش حامد و از حامد کمک میخواد و حامد به خاطر سایدش این رو طرد نمیکنه، به خاطر موضوع داره طردش میکنه. یعنی میگه که تو مادرم رو یادم میندازی، پروانه رو یادم میندازی، من تو رو طرد میکنم، پس تو رو نیا. این دلیل طردشه. نمیگه که تو رفیق عشیری هستی، تو با عشیری هستی، دختر دو عشیری کار میکنه، به خاطر همین من با تو حال نمیکنم، پرونده تو قبول نه، موضوع این نیست. داستان عنایت چیه؟ یعنی از 14 سال پیش که پروانه مرده تا الان چه اتفاقاتی افتاده؟ این رو هم حامد عنقا باید جواب بده. یه تیکه دیگه که من دیدم برام جالب بود، ورود آی رضوی بود، عماد، به داستان و طبقه 12 برجی که حامد داره توش زندگی میکنه و توسط جعفر دهقان حجت و وارد میشه و به هر حال پدر بزرگی هستش، داره تولد نوش رو تبریک میگه. یه حس قشنگی به من داد این که این پدر خوانده است. این حس کی برای من محکم شد؟ اونجایی بود که حامد میره سر وقت عماد و باهاش صحبت میکنه و متوجه میشه که مهتاب وکیل عشیریه. اونجایی که حجت میگه که آقا به مهتاب خانوم بگم که داستانو فهمیده، میگه نه، یه ابرو میندازه بالا، کار به کار بازی بیستش ندارم. این ابروها که انداخت بالا، من بازی شطرنج تو این آدم دیدم.
انگار داره یه شطرنجی بازی میکنه که چجوری پای حامد رو بکشونه وسط. حالا در آینده چه اتفاقاتی میفته باید ببینیم، ولی من بازی شطرنج این پدرخوانده خوش صدای صدا مخملی رو من دیدم. این قشنگ واضح بود. آقا به مهتاب خانم خبر بدم. باز برمیگردیم به داستان مهتاب و نوید عشیری. مهتاب چرا پرونده عشیری رو قبول کرده؟ مگه نمیدونسته که حامد با عشیری مشکل داره؟ کارگردان اومده مهتاب رو یه جوری آورده وسط و رابطه عشیری رو با حامد تهرانی یه جوری اومده طراحی کرده که ما سوال میکنیم که چرا مهتاب اومده تو این داستان؟ اصلا مهتاب برای چی وارد این جریان شده؟ دو حالت داره. یا یه داستانی هستش، یه پیچیدگی خاصی هستش که ما بعداً بهش میخوایم برسیم، یا یه جوری اومده که دلیل تراشی بکنه برای وارد کردن حامد به این پرونده که بیاد و پرونده رو از عنایت بگیره و کار بکنه. اگر میخواد دلیل تراشی بکنه که حامد، که دیگه خیلی داستان میشه، نمیدونم، ولی در آینده متوجه میشیم که واقعا میخواسته مثلا میگه که اینجوری شد که حامد اومد پشت عنایت و پشت فرشته رو گرفت و پرونده رو قبول کرد، یا نه مهتاب واقعا داستانی داره با نوید عشیری. اینم در آینده خواهیم دید. و یه نکته دیگه، نوید عشیری دم در زندان موقعی که حامد رفته ملاقات فرشته چیکار میکنه؟ اون موقع دقیقاً اونجا چیکار میکنه؟ اومده ببینه چه خبره، اومده زاکسیا اومده چوب بزنه، اومده ببینه چی به چیه، اومده حامد رو تعقیب بکنه، اومده با حامد بره دفترش که میگیم که چیه، با یک بنز قرمز. یعنی تو میخوای بری یکی دنبال یکی بری زاکسیاشو چوب بزنی، میخوای بری یک کاری میخوای با بنز قرمز. کار ندارم، این داستانه هستش که فعلا تو قسمت اول برای من سواله. چند تا چیز دیگه هم تو این سریال دیدم که حالا از روند فیلمنامه خارجه ولی جالب بود برام. یکی خونه عماد بود، چه خونه ای بود. یکی خونه حامد بود، طبقه 12 یه برج بود. یکی ماشین نوید بود، ماشین خود رنج روور معروف حامد تهرانی بود. از اون طرف باز هم برای عنایت همون کوچهه با اون پلهه و اون نمیدونم این پله ها مال کجای تهرونه. این همین ما تهرون هم رفتیم دیدیم نفهمیدیم اینا مال کجاست. باز اون پله ها و عنایت اونجا، اینا اونجا. یه مقدار نمیدونم میخواد جذابیتش بیشتر بکنه، بلد نیست جذابیت رو جور دیگه نشون بده بره بالا. حتما باید بنز و رنج روور و فلان و این حرفا باشه، کاپیتان بلک و اینا، خونه استخدار فلان و چیه اینا. یعنی جذب مخاطبه یا داستان اینجوریه؟ بعد با 2 تا تیکم حال کردم، اون 2 تا تیکم براتون میارم. یکی اونجایی بود که اولش میگه که داره کار یکی از بچهای دفترش رو میندازه. آخه 2 تا خونه بیشتر نداشته، یکی رو کرده به نام زنش، اون یکی هم به نام منشیه شده. به نام کی؟ منشیش. خشه. پس منشی رو دریا. یکی دیگه هم بود که اصلا تو میبینی، گفتم بهت، تو میبینی پدرخوانده داره شطرنج بازی میکنه. یعنی ابرویی که بالا میندازه، تجربه‌ای که پشتشه، تجربه یک کسی هستش که هم داره میگه نکن، هم داره میگه خودش اتفاق میافته، هم قدرت یک شطرنج باز رو داره نشون میده و هم این که داره میگه که داره به همون سمتی پیش میره که من میخوام و بذار همینجوری پیش بره، دستش نزن، قرار همین اتفاق بیفته. این صحنه خیلی جالب بود. این 2 تا تیکر رو من خوشم اومد، گفتم یه بار دیگه اینجا بذارم ببینید حالش رو ببرید. آقا به مهتاب خانم خبر بدم. امیدوارم که قسمت اولش خوشتون اومده باشه، چون من قسمت اول خوشم اومد. به هر حال شهاب حسینی بازی کرده، یه جوری چکش اینا
امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حالا تا دفعه بعد قربونم دیگه.